یکی از سوالاتی که خیلی از زبان آموزا همیشه از من میپرسن اینه که چقدر طول میکشه تا بتونم آیلتس 7 بگیرم. و این سوالیه که میتونم توی ذهن خیلی هست و همیشه حداقل یک بار توی برهه زمانی زندگیتون اگر میخواین مهاجرت کنید یا آزمون بدین این سوال توی ذهنتون اومده. جوابش متاسفانه یه جوابی نیستش که من بتونم در یک کلمه جواب بدم یا حتی توی یک جمله. جوابش یکم پیچیده است. برای همین تصمیم گرفتم این ویدیو رو بسازم و بهتون توضیح بدم که دقیقاً و با توجه به چه شرایطی باید سطحتون رو پیدا کنیم با هم دیگه چقدر طول میکشه تا شما بتونید آیلتس 7 رو بگیرید. سلام، من فرشتم، دانشجوی PhD ادبیات انگلیسی هستم توی دانشگاه مارکت آمریکا و 9 ساله که زبان تدریس میکنم. الان هم اینجا دارم رایتینگ یا همون مقاله نویسی تدریس میکنم. توی کانال یوتیوبم بهتون آموزش میدم که چجوری خودتون زبان بخونید و به سوالهای زبانیتون جواب میدم. راستی همین الان در حال برگزاری یه دوره کاملا رایگان اسپیکینگ آیلتس هم هستید. حتما حواستون باشه از دوره استفاده کنید و جا نمونید. حالا بریم سراغ اصل مطلب. اول از همه باید بدونیم که اهمیت نمره 7 چیه و چرا خیلی‌ها درگیر گرفتن این نمره. نمره 7 نمره‌ایه که اکثر دانشگاه‌ها میذارن به عنوان مینیمم یا نمره خوبی برای ورود. مثلا دانشگاه آمریکا نمره 7 رو دارن به عنوان مینیمم نمره آیلتس برای ورود به رشته مد نظرتون. خیلی از دانشگاه هم 6.5 رو قبول میکنن، ولی 7 اطمینان باور، یعنی خیالتون دیگه از نمرتون راحته. چرا؟ چون معادل سطح C1 یعنی سطح ادوانس و پیشرفته انگلیسی محسوب میشه و یعنی شما توانایی اینو دارید که توی مقطع ارشد یا دکترا توی کشور انگلیسی زبان درس بخونید و اسپیکینگ و رایتینگتون هم در اون حد خوبه. ولی یه نکته که خیلی‌ها نمیدونن اینه که تفاوت بین نمره 6.5 و 7 نسبتاً زیاده. با اینکه نیم نمره فقط فرقشه، ولی هر کسی نمیتونه اون نمره 6.5 رو به 7 برسونه. چرا؟ چون نمره 6.5 یعنی شما سطح زبانتون آپر اینترمدییته و از اون آپر اینترمدییت تا اینکه بپریم به 7 ادوانس بشه یه کوچولو سخته و زمان بره. برای همین حالا میخوایم بریم با هم دیگه ببینیم که چجوری با چقدر زمان مطالعه و از چه سطحی باید شروع کنیم تا بتونیم به این نمره 7 برسیم. ببینیم که چه عواملی تعیین میکنن که چقدر طول میکشه تا شما به نمره 7 توی آزمون آیلتس برسید. اولین عامل سطح جنرال انگلیشتونه، یعنی هر چی سطح زبان عمومیتون بالاتر باشه راحت‌تر و زودتر میتونید برسید. به طور مثال فرض کنید شما سطحتون A2 توی زبان انگلیسی. برای نمره 7 اولین کاری که باید بکنید اینه که اون سطح A2 رو به B2 برسونید، یعنی اول A2 B1 و بعد B1 به B2. بعد برای آزمون آیلتس آماده بشید و تکنیکاش رو یاد بگیرید و اون موقع میتونید نمره 7 رو کسب کنید. اگر سطح زبانتون B1 باید به B2 برسونیدش. اگر سطح زبانتون A1 باید بخونید جنرال انگلیش کار کنید تا به B2 برسه. اما اگر سطح زبانتون B2 مدت زمان کمتری طول میکشه. پس اولین عاملی که میتونست دخیل باشه توی اینکه چقدر طول میکشه چیه؟ جنرال انگلیش. دومین عاملی که میتونه دخیل باشه اینه که شما روزانه چقدر برای مطالعه وقت میذارید. به طور مثال من روزانه 1 ساعت وقت میذارم ولی شما روزانه 4 ساعت وقت میذارید. با اینکه اگر جفتمونم فرض بر اینکه سطحمون A2 باشه شما زودتر به نتیجه میرسید تا منی که دارم وقت کمتری میذارم. پس اینکه چقدر روزانه مطالعه میکنید میتونه تعیین کننده باشه برای اینکه برای رفتن تا آیلتس 7 به چقدر تایم نیاز دارید. سومیش یکی از چیزهای خیلی مهمه که اکثرا نادیدش میگیرن، اونم اینه که از کلاس ها منابع و با چه برنامه‌ای دارید استفاده میکنید. اگر کلاس هایی که دارید میرید، اگر منتور یا معلمی که دارید، اگر منابعی که دارید استفاده میکنید منابع خوب، استاندارد و برابر با سطح شما باشه کمک میکنه که زودتر به نتیجه برسید. اما نه، اگر مسیر اشتباهی برید، برنامه‌ریزیتون اشتباه باشه یا هر چیز دیگه‌ای باعث میشه که اون مسیر رو براتون کنتر کنه. و چهارمین عامل تجربه شماه. اگر قبلا آزمونی دادید مثل تافل، پیتی، آزمون‌های دیگه یا حتی آیلتس رو قبلا شرکت کردید، اون تجربه قبلی میتونه بهتون کمک کننده باشه. پس این 4 عواملی بودن که میتونستن دخیل داشته باشن توی نمره شما.
حالا شاید به خودتون بگین اینا رو که من میدونستم، پس بیایم بریم راجع به مدت زمان واقعی و سناریوهای واقعی صحبت کنیم. اینا تجربه من توی این 9 سال تدریس و زبان آموزایی که داشتمه و اینکه چقدر زبان برده تا بتونن زبان رو یاد بگیرن. اگر فرض رو بر این بذارم که سطح زبان شما در حال حاضر بین B1 و B2 هستش و شما روزانه میتونید بین 1.5 تا 2 ساعت زبان بخونید، حدوداً 6 الی 9 ماه زمان میبره که بتونید به آیلتس 7 برسید. اگه سطحتون B2 باشه و روزانه 3-4 ساعت بتونید برای زبان وقت بذارید، دستتون خیلی جلوه، چون بعد از 3-4 ماه میتونید به اوورال 7 برسید. اما اگر سطحتون A2 یا کمتر، یعنی بخوایم بگیم از 0 بخواید شروع کنید یا پری اینترمدییت، حتی پیش از متوسط یا متوسط باشید، زمان بیشتری میبره. چرا؟ چون شما باید اول جنرال انگلیشتون رو تقویت کنید. یه بازه حدوداً 8 الی 12 ماهه میشه برای جنرال انگلیشتون و یه بازه 4 الی 6 ماه هم میشه برای رسیدن به نمره مد نظر آیلتستون، در صورت که دوباره همون تایم مطالعاتی 4 تا 6 ساعت رو داشته باشین. میدونم خیلی‌ها چون تایمشون محدوده میگن خب من که روزانه 1-2 ساعت بیشتر نمیتونم وقت بذارم، پس برای چی آماده بشم؟ آماده نمیشن و این زمان رو از دست میدن. من یکی از زبان آموزای خودم با سطح متوسط شروع کرد و فقط با روزانه 2 ساعت طی 8 ماه زمان برد. آره ولی شدنیه. طی 8 ماه تونست به نمره آیلتس 7 برسه. حالا بریم ببینیم که چجوری میتونیم به این نمره برسیم، چه کارهایی از دست ما برمیاد برای اینکه نمره اوورال آیلتسمون رو افزایش بدیم. اولین کاری که خیلی مهمه اینه که نقطه ضعفتون رو نادیده نگیرید. اکثر زبان آموزا مثلا از رایتینگ بدشون میاد و شروع میکنن بخونن و هی رایتینگ نمیخونن یا کمتر براش وقت میذارن و در نهایت به درجه‌ای میرسن که مثلا نمره ریدینگ و لیسنینگشون روی 7.5 یا 7، رایتینگ هنوز روی 5.5 مونده، روی 6 مونده و این عدم تعادل بین مهارت‌ها باعث میشه که شما نتونید به اوورال 7 برسید. پس میدونم سخته که آدم برای این مهارتی که توش ضعیف وقت بذاره، ولی حواستون باشه که باید برای این مهارت ضعیف وقت بذارید و همه مهارت‌ها رو با هم بیارید بالا، چون شما نیاز به اوورال دارید. حالا نمیگم که مثلا رایتینگتون رو هم به 7.5 برسونید چه بهتر، ولی اگر نشد حداقل به 6.5 برسونید که اون ریتم رو به هم نریزه. دومین کاری که باید انجام بدید اینه که هر روز تمرین اسپیکینگ داشته باشین. آره من خودم توی برنامه‌ریزی‌ها میگم که مثلا امروز باید این مهارت‌ها رو بخونی، ولی مثلا 30 دقیقه هم تمرین اسپیکینگ داشته باش. مخصوصا چند ماه مونده به آزمون حواستون باشه حتما روزانه یه سامپل کار کنین، یعنی یه تاپیک برای پارت 1، یه تاپیک برای پارت 2 و یه تاپیک برای پارت 3. این چیزایی که من توی دوره رایگان خودم تو کانال دارم آموزش میدم، پس حتما اون رو نگاه کنید و از برنامه‌ریزی رایگان من استفاده کنید. برای رایتینگ از همون اول ساختارها رو هم یاد بگیرید. خیلی‌ها فقط میرن روی ایده پردازی کار میکنن و نمیدونن ساختارهای آزمون چه شکلیه. اینکه ساختارهای آزمون رایتینگ آزمون آیلتس رو در کنار ایده پردازی یاد بگیرید کمک میکنه که زودتر به اون نتیجه‌ای که میخواین برسید. و از همه مهمتر کمک گرفتن از یک منتور. بچه‌ها کمک گرفتن دلیل بر این نمیشه که شما ضعف دارید یا شما زبان آموز بدید. کمک گرفتن یعنی اینکه من این رو نمیدونم چون مسیر شما نیستش، من میخوام این مسیر رو برم، لطفاً منو راهنمایی کنید. فرض کنید که دارید از یک گوگل مپ موقع رانندگی استفاده میکنید، خیلی راحت‌تر کمکتون میکنه که درست‌تر و راحت‌تر به مقصد برسید. خب پس یه جمع‌بندی کلی داشته باشیم. متاسفانه هیچ عدد مشخصی نیستش که چقدر طول میکشه تا شما به آیلتس 7 برسین، ولی خوشبختانه اگر سطح زبانتون رو بدونید میتونید این عدد رو تخمینی برای خودتون پیدا کنید. و از همه مهمتر یادتون باشه که شاید الان دیر شده باشه، شاید الان وقت کافی نداشته باشید برای زبان خوندن و ترجیحتون باشه مثلا زمانی که تایمتون آزاد شد زبان بخونید، ولی این رو اضافه کنم که شما با روزانه 2 ساعت با سطح زبانی متوسط طی 7 ماه میتونید نمره 7 آزمون آیلتس رو بگیرید، همونطور که زبان آموز من تونست بگیره. پس کاری که باید بکنید که یه برنامه‌ریزی اصولی برای خودتون داشته باشید، سطح زبانتون رو بدونید، منابع رو مشخص کنید و توی مسیر حتما از هر منتور یا معلمی که نیاز داشتید کمک بگیرید. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. اگر این ویدیو براتون مفید بود ممنون میشم که همین الان ویدیو رو لایک کنید، نظرتون رو بهم بگین و یادتون باشه کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو ببینید.